این مثالش اینه، یعنی رئال مادرید هم همچین کاری کرد، این لالیگا رو توی سینی گذاشته تقدیم کرده به بارسلونا. اومد گفت که من احساس میکنم به من خیانت شده. حالا منظورش از بازیکن‌ها بوده احتمالاً دیگه که حس کرده بهش خیانت. عاشقان فوتبال، دوستان فوتبال، سلام عرض میکنم. امروز شنبه 25 آوریل. من اماد هستم. به کانال خودتون فیکس بال تیوی خیلی خوش آمدین. امروز هم بررسی خواهیم کرد فوتبال اروپا رو، روزنامه ها رو تحلیل میکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده در رقابت های فوتبال اروپا در لیگ های معتبر. دیشب چند تا بازی در لیگ های مختلف برگزار شد، بررسی میکنیم اونا رو. در لیگ برتر انگلیس یک بازی مهمی برگزار شد، توی ایتالیا هم به همین شکل، توی آلمان یک بازی هم برگزار شد بین لایپزیگ و یونیون برلین، و بازی مهم دیروز رئال مادرید رئال بتیس بود که برگزار شد و راجع به اون بازی هم صحبت خواهیم کرد. بازی که 1-1 مساوی شد و اختلافش با بارسلونا یه ذره بیشتر شده. آخر ویدیو هم راجع به همین بازی صحبت خواهیم کرد. ابتدا میریم سراغ لیگ برتر انگلیس. توی لیگ برتر انگلیس یک بازی مهمی برگزار شد بین فارست و ساندرلند توی ورزشگاه ساندرلند. فارست موفق شد که 5-0 بازی رو ببره و شرایطش توی جدول یه ذره تغییر کرد و اومد از اون حاشیه، از اون منطقه سقوط اومد بالاتر. تیم ساندرلند هم اون وسط جدول خیلی تأثیر نداشت این باخت سنگین براش، ولی برای فارست این نتیجه خیلی مهم بوده. یه بازی هم برگزار شد، بازی مهمی بوده توی چمپیونشیپ. این روزها داره روزهای سرنوشت سازی میشه براشون. تیم اول چمپیونشیپ که مشخص شد تیم آقای فرانک لمپارد بود، اما توی تیم دوم به بعد رقابت خیلی حساسه. یک از تیم‌هایی که توی این رقابت همین تیم میلواله. دیروز بازی کرد با لستر سیتی که افتاده رفته لیگ پایین‌تر، بازیشون 1-1 شد و یه ذره شرایط برای میلوال سخت شده با توجهی که به اینکه تیم‌های دیگه هم دارن رقابت میکنن. حالا روزنامه اسکای اسپورت رو با هم دیگه ببینیم. روزنامه اسکای نوشته که فارست با زدن 5 گل گام بزرگی برای بقا برداشته. خب به نظرم همین جوره میتونه ناتینگهام فارست بمونه. اختلافش تقریبا زیاد شده نسبتا با تیم تقریبا 18-19 جدول اینا بیشتر شده و یه موضوع کار کرده روی همین بازی میلوال که گفتم. گل تساوی رو زدن اما امید صعود مستقیم یه ذره ضربه خورده. حالا بازی که 1-0 لستر جلو بوده ولی میلوال آخر دقیقه 90 تونست یه گل بزنه، بهتر شد. حالا این تساوی از باخت بهتر بود، ولی ببینیم که دیگه تیم‌های دیگه امروز چیکار خواهند کرد. یک نکته داره این موضوع. ببینید تیم لستر سیتی افتاده رفته پایین و از اون ور تیم میلوال داره تلاش میکنه میاد بالا، یعنی خودش رو به بالا جدول برسونه. حرف من اینه تیم لستر سیتی با اینکه افتاده رفته پایین ولی باز هم تلاش میکنن برای برد که بازی رو ببرن. یعنی این نیست که من حالا افتادم رفتم بذار اون تیمی که بالایی، مثلا تیم میلوال با من دوسته، فرض میگیریم ما مثلا تیم با من دوسته، آقا با هم ببندیم که بازی در بیاد، من نتیجه بگیرم بیام مثلا لیگ برتر. این نه، از این خبرها نیست. تیم‌ها تلاش میکنن چون قانون داره اینجا، اون با یه سری قانونیه. حالا بحث قانون شد توی همین روزنامه. تیم وست برومیچ رو جریمه کردن، 2 امتیاز ازش کسر شده به علت نقض قوانین. 2 امتیاز ازش کسر شده. قوانین داره دیگه، قوانین اونجا حرف اول میزنه. ایتالیا هم یه بازی برگزار شده بین ناپولی که ناپولی اون بالای جدوله و تلاش میکنه که بگیره اینتر رو. خب نمیتونه بگیره دیگه، تیم فاصله زیاده، ولی خب دیشب موفق شد 4 ببره. روزنامه دلو اسپورت رو این موضوع کار کرده، نوشته که کنته جشن را به تعویق انداخته. تعویقش که البته زیاد چیز نیست تا زیاد، فقط همون تعویقه، به تعویق انداختنه ولی که امتیاز تقریبا اختلاف 9 با یه بازی کمتر اگر اشتباه نکنم اینتر میلان. این از بازی دیروز بود که توی سری آ برگزار شد و میخوام روزنامه دلو رو چک کنم. دلو اسپورت باز تیتر زده، باز میگی میخواد راجع به این داستان رانیری اینو صحبت کنیم. من چیکار کنم دیگه؟ این خبرهای ایتالیایی اینجوری کار میکنن، منم کار میکنم دیگه. خودش گفته آقا من جدا نشدم، منو اخراج کردن از باشگاه روم و نوشته جدایی من تصمیم یک طرفه باشگاه روم بوده، یعنی من رو اخراج کردن. خب امیدوارم دیگه این داستان اینام تموم بشه بره. توی فرانسه هم یه بازی مهمی بود برای برست و لنس. لنس هم
فعلا در جایگاه دوم جدوله و داره با پی اس جی رقابت میکنه. مثلا دیروز بازیشون، خب کسی که داره رقابت میکنه با پی اس جی برای حالا عنوان قهرمانی و اینا واسه بازی رو میبرد، اما دیروز رفتن توی ورزشگاه برست بازی کردن، نیمه اول رو 3-0 باختن، توی نیمه دوم تونستن کامبک نه، یعنی تونستن بازی رو مساوی بگیرن، یعنی کامبکی که به مساوی تبدیل شد، یعنی شد 3-3. بعد از بازی سرمربی این تیم آقای سج اومد گفت که من احساس میکنم به من خیانت شده. حالا منظورش از بازیکن‌ها بوده احتمالاً دیگه که حس کرده بهش خیانت کردن، یعنی نتیجه 3-0 اونم در مقابل تیم برست خیلی براش قابل باور نبوده. روزنامه اکیپ فرانسه هم تیتر کار کرده روی همین موضوع. آقای سج نوشته که احساس کردم کمی به من خیانت شد. خب این از فرانسه بوده. ادامه بازی‌هاش هم امشب برگزار میشه. بریم آلمان. بازی بین لایپزیگ و یونیون برلین برگزار شد. بازی که لایپزیگ تونست 3-1 بازی رو ببره و تقریبا تو این جایگاه سبز جدول باقی مون و یه جورایی تثبیت کرد سهمیه خودش رو برای لیگ قهرمانان. روزنامه کیکر روی همین موضوع کار کرده، نوشته که لایپزیگ در مسیر صعود به لیگ قهرمانان اروپا. اما قبل از اینکه یادم بره این داستان تیم یونیون برلین رو میخوام بگم. چند وقت پیش مربیشون اخراج شد و یه مربی از تیم پایین‌تر آوردن گذاشتن، الان سرمربیه، خانم ماری لویز اتا، همچین اسمی داره. و نکته‌ای که داره این حرف من اینه که این خانم برای اولین بار در تاریخ به عنوان سرمربی خانم تیم بزرگسالان، یعنی تیم مردان بزرگسال سرمربی شده. این توی تاریخ برای اولین باره بین 5 تا لیگ معتبر اروپایی. گفتم اینم به عنوان یک نکته بگم از بازی دیروز. و همین دیگه، آلمان این بوده. خب توی اسپانیا لالیگا، خب بازی مهمی که برگزار شد دیگه همه میدونیم دیگه، بازی رئال بتیس بوده با رئال مادرید. بازی که رئال مادرید تونست گل بزنه، یکی شد بازی. تو دقیقه 94 هکتور برلین تونست که تو اون شلوغی 18 قدم رئال مادرید گل زد، تو این شلوغی گل زد و بازی 1-1 شد. کار رئال مادرید خیلی سخت شد برای حالا قهرمانی، امیدشون کم بود، زیاد نبود، اما با این تساوی توی اون لحظه کار سخت‌تر شده. روزنامه مارکا نوشته که لالیگا روی سینی تقدیم شد. اینجوری مثلا دیدین دیگه، مثلا گارسون توی رستوران میاد مثلا روی سینی غذا گذاشته، اینجوری خم میشه اینا به تقدیم میکنه. این مثالش اینه، یعنی رئال مادرید هم همچین کاری کرد، این لالیگا رو توی سینی گذاشته تقدیم کرده به بارسلونا. این روزنامه مارکا بوده که کار کرده روی این قصه. اما توی اسپانیا روزنامه موندو دیپورتیوو و نوشته که قهرمانی حاضر و آماده. دیگه بارسلونا امشب بازی داره با خطافه توی ورزشگاه خطافه در شهر مادرید. اگر بارسلونا تونست بازی رو ببره و این 3 امتیاز بازی رو بگیره، اختلاف میشه 11 و دیگه تقریبا میشه گفت که نزدیک شده بارسلونا به قهرمانی. 100% نمیشه گفت قهرمان، چون یه بازی رو در رو هم دارن، هنوزم 2-3 تا بازی دیگه باقی مونده، ولی دیگه تقریبا 70% راه رو رفتن بارسلونایی ها. این مشروع خبرهای امروز بود. اگر دوست دارین که روزنامه‌های ورزشی، تحلیل‌های ورزشی صبح یا ظهر برای شما خونده بشه، حتما من رو دنبال بکنید که و به دوستای فوتبالیتون هم به اشتراک بذارین این ویدیو. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. تا فردا، خدا نگهدار.